بسم الله الرحمن الرحیم. و من آیاته و از دلایل قدرت الله یریکم البرق، الله نشانتان میده برق را خوفا و طمعا. شما رعد و برق ببینین، بعضی کسا که رعد و برق شوه میترسن هلاک نشیم، بعضی دیگه خوشحال میشه که اینه بخیر باران میشه. خوفا برای بعضی خوف است، از هلاکت خود میترسه. بگریزین که رعد و برق است که حالا کدام تا تندر سر ما نلگه. بعضی کسایی دیگه با طمع میکنن چه این خیر باران کیگی دستی به باغون کسی اینه. و ینزل من السماء، والله متعال نازل میکنه من السماء از آسمان ماء آب را فیحیی باز زنده میکند به توسط همی آب الله متعال الارض زمین را به قدرت خود بعد موت آبادی که زمین تکه تکه و پارچه پارچه و خراب شده بود خشک بود. ان فی ذلک یقینا که دهی ام لآیات دلایل قدرت الله هست لقوم بر قومی که یعقلون از عقل خود چیکار کار میگیرن. و من آیاته همچنان از آیات قدرت الله چی است؟ ان تقوم السماء والارض بامره، امی که استاد از آسمان در فرق شما خطا نمیخوره و آنچه که در آسمان ها هست و الارض زمین به امر الله. حالا شما ساینس میخواین زمین در کجا استاد است؟ در فضا. سیارات در کجا هستند؟ در فضا. در زیرش هیچ چیز نیست. سابق مردم ها دل خود خوش میکردن میفتن گاو است و سر شاخ گاو است و فلانی است. چطوره؟ حالا خود میگه که نه گاو است و نه شاخ گاو است. چه؟ الله متعال میگه که الله ذاتی است که ان تقوم السماء که استاد کرده آسمان را و الارض استاد میشه آسمان و زمین به امره به امر الله. ثم اذا دعاکم سپس وقتی که دعوت کند شما را دعوتا به یک دعوت من الارض از زمین، مجردی که الله امر کنه بر زمین اذا انتم تخرجون باز یک دفعه ناگهان شما ایره اذای فجائیه میگن که نابمانای ناگهانی هست، یعنی فجأتا یک دفعه به امر الله همین چیزی که در زمین هستی کلش مبرایه. وله من فی السماوات، توحید در تصرف است. ای مردم توحید بفهمین که الله مالک متصرف است. وله من فی السماوات، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هست، فی السماوات و الارض مالکی متصرفی از الله هست. کل له قانتون، کل مخلوقات برای الله چی هستند؟ فرمانبردار هستند. و هو الذی، و الله ذات است که یبدأ الخلق ثم یعیده، آغاز خلقت او کرده، اعاده خلقت دوباره پس اعاده او میکند. و هو اهون علیه، اینمی قسم که خلق کردن اولی شما برای الله بسیار آسان بود، اینمی قسم برگشتاندن شما برای الله بسیار آسان است. وله المثل الاعلی فی السماوات والارض، مثال بسیار عالی برای الله هست در آسمان ها و زمین. چی معنی مثال بسیار عالی است؟ که یعنی عظمت، کبریا، قدرت، جلال. اینی مثال های عالی است که برای الله شایسته است که در آسمان ها و زمین برای الله گفته میشه. این مثال های احمقانه‌ای که شما میگین عاشق و معشوق و خمار و فلانی، یا به ذات الله متعال الحاد است، از این گپا دوری بکنین. این مثال های ضعیف برای الله چیز نکنین. و هو العزیز الحکیم، الله العزیز و ذات بسیار غالب است. یغلب اعداءه، مغلوب میسازه کی را؟ دشمنای خود را. و الحکیم، بسیار با حکمت است در احکام خود. ضرب لكم مثلا من انفسکم، الله متعال وقتی که یک مثال بر شما بیان میکنه از نفس خودتان بیان میکنه. ببین از این کافرها میگه که مثلا یک مثال میته برای کافرها، میگه خب همین تو کافر وقتی که توی بت مقایسه میکنی با امرای الله، آیا خودت که خوب خانه داری و جای داری و قدرت داری به امرای از این غلامکت که نه خانه داره نه پیسه داره، تو خودت مثلا میلیونر هستی، میلیاردر هستی، پیسه داری و این صاحب لپتاپ بسیار بزرگ پیش رویت ماندگی است و آیپدت اینجا ماندگی است و موبایل های بسیار لوکس پیش رویت اینجا ماندگی است و غذاهای بسیار خوبشی ماندگی است و دفتر بسیار در بلند منزل، دفتر بسیار در مارکت تجارتی، سوپرمارکت، تو همه چیز داری. آیا تو امی خود مساوی میکنی با امرای یک جوالیگه یا یک آدمه که فقیره که زیر دست تو کار میکنه، که باز عین قدرت و صلاحیتی که تو داری که در یک امضای مثلا $200,000 مثلا چک امضا میکنی، باز بی صلاحیت با مو خادمت میتی و خادم بیچاره را یک 5,000 4,000 معاش میتی.
این کار میکنی؟ الله متعال میگه که در قسمت خود نمیکنی. باز چطور میخیزی؟ یک کسی که بت است، حق زندگی خود نداره، یا در قبر است، امی خاک از روی خود دور کرده نمیتونه، باز تو میخیزی ایره با ذات ذوالجلال چی میکنی؟ مساوی قرار میتی. آیا این معقول است؟ الله متعال میگه ضرب لکم مثلا، الله متعال بر شما یک مثال را بیان میکنه، من انفسکم، از نفس خدا، هل لکم، آیا برای شما هست، مما ملکت ایمانکم، از آنچه که مالک باشد دستایتان، غلامایتان، کسایتان زیر دستایتان، خدمتگارایتان، من شرکا، شریک شما هستن؟ آیا او را در قوت و قدرت و مال خود شریک میسازی؟ برای او بیچاره یک چند هزار ماش میتی. فی ما رزقناکم، در آنچه که ما، الله میگه ما شما رزق دادیم، فانتم فیه سواء، که باز شما در او مساوی باشین، تخافونهم که خیفتکم انفسکم، امی قسم از اونا بترسید مثل که از خودتان دیگران میترسن، امی قسم که تو صلاحیت و قدرت داری ایره به او خادمتان میتی که مردم باز امی قسم که از تو میترسن از آن بترسن. وقتی که این کار برای خود نمیکنی، نوکرت با خود مساوی فکر نمی کنی، خودم میگی من میلیونر هستم، مالک هستم، قدرت دارم، سیاستمدار هستم، او بیچاره خادم است، ای که ای کار میکنی؟ پس وقتی که کار نمیکنی، کذالک نفصل الآیات، باز الله متعال میگه ای کار چطور یک مخلوق عاجز با خالق ذوالجلال عظیم قدیر قدرتمند به همراه از تو مثلا الله میگه کذالک، این قسم مثال ها را بیان میکنیم لقوم یعقلون، برای کسایی که عقل چی داشته باشن، عقل خود استفاده مثبت بکنن، معقول باشن. بل تبع الذین ظلموا، بلکه مشکل از اینا چی است؟ مشکل از اینا متابعت است از خواسته های نفس. سر کسی که نفسش غلبه کرد، همون شعر که ما شما خواندیم که دوبنده من که حرص و آزن، بر تو همه عمر سرفرازن. بعضی کسا هست که بنده نفس خود است، باز اون معقولیت از پیشش میره. کسایی که غلام نفس خود هست، حاکمش نفسش است، بازی از عقل خود کار نمیگیره. شما مو وقتی که نفستان سرتان غلبه کنه نه، عقل از یادت میره. باز خوب که یک گناه را کردی، باز آخر گناه میگی که وی چی اشتباه کردم، کاش که نمیکردم. خامی عقلت پیش ازی، او وقت نفس سرت غلبه داشت. الله متعال میگه بلکه همین مردم ها که هستن اتبع مطابقت میکنن، الذین، کسانی که ظلم کردن، یعنی شرک آوردن. این مشرکین چی مشکل دارن؟ میگه یا مطابقت از اهواهم میکنن، از خواسته های نفسی خود میکنن، بغیر علم، بدون علم. فمن یهدی من اضل الله، باز کی هدایت میکنه من کس را که اضل الله، الله را گمراه کرده باشد، و ما لهم من ناصرین، نیست بر از اینا کدام نصرت کننده. بعد از اینکه الله متعال دلایل قدرت خود بیان کرد، آل میگه که شما مسلمان هایی که مثل مشرکین مطابقت از نفستان نمیکنین، بلکه از کتاب الله و سنت رسول الله مطابقت میکنین، چی کنین؟ فاقم وجهک، پس قائم بکو، استوار بساز. وجه روی میگن، وجهک یعنی روی خود را، اینجا جزء بیان کرده به اراده کل، یعنی خوب استوار بساز تمام اعضای بدنت، قلبت، چشمت، دستت، پایت، رویت، کلش. به چی؟ لدینه، به او دینه که حنیفا، دین پاک است از شرک، دینه که در او هیچ چیزی از شرک نیست. در قرآن و سنت چیزی از شرک، وقتی که قرآن و سنت مطابقت کنی، این چیز در مغزت نمیمونه، پاکت میسازه، حنیف، خالص، آری از شرک میشی. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این قرآن که است مطابق فطرت هست که انسان به مو خلق شده. انسان وقتی که فطرت خوب و سالم داشته باشه، در فطرت سالم از او شرک نمی باشه، ایمان فطری می داشته باشه، اخلاق فطری می داشته باشه، انسانیتش فطری می باشه، بغض و کینه و ایگپا نمی باشه. انسان که از فطرت خارج شد، باز بعد از اون زشتی ها در وجود ازی داخل میشه. فطرت الله، همون فطرت سلیم الله که فطرت ایمانی است، التي، او فطرت که فطر الناس علیها، الله متعال خلق کرده مردم به می فطرت که
الله متعال گفت الستو بربکم قالوا بلا، کلی گفتن بله تو رب ما هستی. بنان این فطرت ایمانی از کلگی هست. لا تبدیل لخلق الله، در خلقت الله در او تبدیلی نمیآید. کل بنده های الله در خانه یهود هم که پیدا شد ایمان فطری داره، در خانه نصارا هم پیدا شد، کلشان چی است؟ در دین الله و در مخلوق الله و در شریعت الله، در چیز الله تغییر نمیه. ذالک الدین القیم، اینمی دین، اینمی قانون و اینمی شریعت قیم استوار و درست است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن مشکل چیست که اکثریت مردم نمیفهمن. شما مسلمان ها چه قسم باشین؟ منیبین الیه، ای انیبو منیبین الیه، یعنی انابت بکنید، رجوع بکنید به الله در حالی که شما رجوع کنندگان باشین. منیبین یعنی رجوع کنندگان باشین الیه، به سوی الله. واتقوه، و بترسین از الله. و اقیموا الصلاة، و برپا دارین نماز را، نماز به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانین، حضور قلبیتان حفظ بکنین در نمازتان. ولا تکونوا من المشرکین، شما مثل مشرکان نشین. مشرکان چی مشکل داشتن؟ میگه مشرکان من الذین، او کسانی بودن که فرقوا دینهم، در دین خود تفرقه کردن، تقسیم خدا کردن. یکی نام خدا یک چیز ماند، دیگر نام خدا دیگر چیز ماند. او سکون این نام و لقب هایی که الله اینه برتان اختیار نکرده. فقط مسلمان، یکتاپرست، موحد، پیرو قرآن، پیرو سنت، رهبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خلاص اینمی شما را یک کتله خوب میسازه. مثل مشرکینی که در سابق تک خدا کردن، تقسیم کردن که من در فلان حزب هستم، من در فلان گروه هستم، من در فلان فلانی هستم. اوزو کنین، این شما را از بین میبرن. و کانوا شیعا، و بودن گروه بودن. باز کل حزب، باز همین مشرکین که از باز چی دارن؟ هر حزبشان به ما لدیهم فرحون، باز همون حزب خود که بسیار خوشحال است. حزب ما بسیار خوب اساسنامه داره، خوب برنامه داره، خوب پروگرام داره. حزب شما چطور است؟ نه، حزب الله که کتاب الله و سنت رسول الله اساسنامه‌اش است، همین کفایت میکنه برای شما. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم، باز این مردم ها چی عادت دارن؟ وقتی که برشان یک ضرر برسه، تکلیف برسن، باز بسیار با عاجزی دعا میکنن به پروردگار خود. منیبینه، در حالی که رجوع میکنن، انابت میکنن، رجوع میکنن به الله. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، باز وقتی که رحمت الله سرشان آمد، صحت داشتن، عافیت داشتن، اذا فریق منهم، باز یک گروهی از اینا چی میشن؟ به ربهم یشرکون، به الله شرک میارن. باز میگه بر ما وقتی که برش اولاد داد، باز نام اولادش هم میمونه فلانی داد. الله برش داده، باز نامش چی میمانه؟ باید الله داد میمانده. حالا چقدر نامهای دیگه هست که مخلوق داد. این بازی شرک است در رحمت الله. صحت خدا باز میگه خودم صحت من بودم، خودم خودت معالجه کردم، خودم ای کردم، خودم فلانی رفتم. لیکفروا بما آتیناهم، تا که کافر شون با آنچه که برشان دادیم. فتمتعوا، بگذارشان که یا کافر شون، بگذار که تمتع بکنن. فسوف تعلمون، بکنین اینا کافر شون. فتمتعوا، شما کافرایی که از دین الله دوری میکنین ببرین بعضی لذت ها را. فسوف تعلمون، شما ان شاء الله تعالی باز میفهمین. ام انزلنا، ای که ما نازل کردیم علیهم بالایشان سلطانن. آیا یا استدلال میکنن که والا همین گپایی که ما میزنیم آیا اینا ما نازل کردیم؟ ام انزلنا علیهم، ای که نازل کردیم بالایشان سلطانن، کدام دلیل را؟ فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون، باز او سخن میگه با آن چیزی که در شرک می آوردن. الله متعال میگه دروغ میگه. ما بر کس نگفتیم که بت پرستی بکنین، قبر پرستی بکنین، انسان پرستی بکنین. و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، وقتی که ما برسانیم یا بچشانیم بر مردم رحمت را، فرحوا بها، خوشحال میباشن. و این تصیبهم سیئه، وقتی که باز برشان کدام بدی برسه، و بدی هم چرا میرسه برشان؟ به ما قدمت ایدیهم، به خاطر که دستای خودشان انجام دادن. امی اعمال زشتشان سبب چی شد؟ سبب امی بدحالیشان شد. اذا هم یقنطون، باز ناامید میشن. چرا میگه؟ امی اعمال که میره احوال میایه. حالا شما دیده باشین وقتی که یک نفر میخواد ترفیع کنه، وقتی که می اسنادای ازی بالا با مقامات میره، باز از طرف ورچی میایه رتبه میایه. کارهای اخروی هم همین قسم است. هر عمل نیکی را که تو بالا روان میکنی، سرتون همون حالت میایه. پس الله متعال میگه وقتی که امی حالت زشت سرشان میایه، به ما قدمت ایدیهم، پس احوال به سبب اعمال است.
تو اعمال زشت روان کردی، سر تو حالات زشت آمد. اگر تو ایمان صحیح می داشتی چرا تکلیف روانی برات پیدا میشد؟ اگر تو یقین به الله می داشتی چرا برات این مشکلات پیدا میشد؟ خب خودت مشکل داری، یقینت خراب است. یکم که یک دو روز برات یک چیز تأخیر کرد، بازی که خلاص احساس هلاکت میکنی. باز میگه اذا هم یقنتون یادت مشرکین است که بازی این قنوت به توی به معنای چی هست؟ به معنای ناامیدی هست. قنوت به تیک است، این باز برای چی هست؟ به معنای تسلیمی و عاجزی و بردباری هست. یا به توی قنوت میشن. فهمیدی یعنی؟ باز یک دفعه دیگه سرگردان است. چطور است؟ اولا میارم آیا این مردم عقیده خدا یقین خدا جور نکردن؟ جور کو یقینته. اولا میارم آیا ندیدن ان الله یبسط الرزق لمن یشاء؟ این کار الله هست، برای یک کسی خوب رزق میته، خوب وسایل رزق میته و یقدر، و به بعضی دیگه کس الله متعال امو رزقش چی میکنه؟ مقدر و متوسط و ضعیف برش الله میسازه. یکی بسیار وسعت میته، یکی برش اندازش کم میسازه. ان فی ذلک، در اینمی وسعت و تنگی رزق هم که اصل آیات دلایل از قدرت الله هست که به دست تو نیست. احیانا یک نفر سعی کنه پروفسور است، تو فکر میکنی که چقدر مغز قوی داره، چقدر دانشمند است، چقدر رتبه بلند داره، این چقدر شو خوراکای خوبش بخوره. یک روز یک چاش یک از تلفن زنگ میزنه که امروز چاش مکت استاد دایی نان میخورم. وقتی که بچه ها نان آوردن در دفتر برشان، کت استاد دایی لوبیا برش آوردن. این دیگه بیچاره خدا اومده که امروز چاش دیگه میخوره. رزق الله هست. پیش یک کسی که بسیار مغز کلان داره و تو رو بسیار فکر میکنه، بیچاره لوبیا چاشت میخوره. یک کسی دیگه رو فکر میکنه که چقدر لوده است، خدا می نان چاش داشته باشه، میری که اوه هفتهش قسم کباب پیش روش ماندگی. این کار الله هست که تو بفهمی که به دست من نیست، قدرت الله است. ان الله اولا میاره جور کو یقینته، الله هست که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. ان فی ذلک، در چی است؟ لآیات لقوم یؤمنون، آیات قدرت الله است برای قومی که اونا ایمان دارن. فآت ذی القربى حقه، پس تو که مسلمان حقیقی هستی، آل یک حکم اللهی است که با فطرت سالم زندگی بکن. دوم چی بکن؟ یقین داشته باش به مقدرات الهی. الله هست که رزق و ساعت و تنگی میتن. در هر کدام از این هم دلیل قدرت الله هست، هم امتحان است برای شما. بر تو امتحان است. یک دفعه امتحانت میکنه در یک موتور بسیار لوکس، یک دفعه امتحانت میکنه که بایسکل تام پنچر میباشه، نداری یک بایسکل پنچر، میگی کاش که این بایسکل کم میداشت. میگن دیگه خوب است بایسکل داره، ما یک بایسکل هم نداریم. باز که دو نفر دیگه که میشینه باز میگه او من چی است؟ از من موتورم 2014 است، مردم 2017 داره. و مارام نیست. او بیچاره. یگان وقت پیش یگان تجار بشینی قدر شکایت میگن، تو میگی یک بیستی برش بتون. از ما تو کده او قدر با تکلیف و تشویش است، حیران میمونی میگی او این بیچاره رو سید کن. اینال الله متعال میگه پس تو که مؤمن واقعی هستی، به این چیزا عقیده داری که وسعت رزق و کمی رزق ایره الله جور میکنه، از این خاطر حق میراث کسی را نخو. نفهمیدین؟ اگر کسی ایمان صحیح داشته باشه، باز در تقسیم میراث حلال و حرام کلا به خود کش نمیکنه. بسیاری کسا از خوب خدا شیخ میگیره و عمره برو و حج برو، دیندار است و لنگی چی میگه و ریش چی میگه و تقوا چی میگه و تهجد چی میگه، باز در وقتی مال و میراث و تقسیم میراث گپا که شد، باز دیگه چیزی که حرام است کش میکنه به طرف خود. الله میگه اگه تو ایمان حقیقی داری، در زمین غصبی که تو از یک کس دیگه خانه را به زور گرفتی، زمین به زور گرفتی، دیگه کی نماز تو میشه که تو خیسی تهجد خوانده میری و ذکر کرده میری. خانه مردم غصب کرده، حال اون خانه چی کرده میره؟ نفل خوانده میره. ماشاءالله اینه بر سیسا. یا پیسه مردم میراثش زده، از خوار خدا گرفته، از قومای خدا گرفته، میراث مردم از زده، این نام بابا کلانا را از لیست میراث خط زده، کلش در جیب خود انداخته. بازیگه حالا چی از دیگه؟ بازیگه از اون پیسه حرام دیگه تمام روز دیگه طواف کرده میره و عمره رفتم و حج رفتم و فلان رفتم. قبول نمیشه. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا.
باز اگر این قسم ایمان داری، یقین داری که رزق از جانب الله هست، فآت ذی القربى حقه، پس بده برای اقاربت حقش را. دلش برش نیم بسوا زمین میرسه، نیم بسوا بتیش. یک اتاق میرسه، یک اتاق میرسه. خوار تا بگو خوار جان از این زمین بر تو اینم یک گلاس برات میرسید، اینم گلاس تا بگی دلش باز اونم گلاس هم خدا بگیره چپه کنه. تو چی؟ تو چالاکی نکن که خوار جان همین گلاسه که اول تو بگیری باز من خفه میشم، باز من چطور میشم، تو بسیار مهربان هستی، همین زمینه که بر ما بده، ها همین حقه که میراث بر ما بده که باز من حرام خور، باز از پیسه زمین و خانه تو باز من تمام روز باز عمره و حج برم. الله میگه حق کس را نخواه، هیچ اجنبیه. گر در یمنی چو با منی پیش منی. الله میگه اگه در یمن هم هستی، وقتی که با من هستی پیش من هستی، ور پیش منی تو بی منی در یمنی. اگه در پیشروی هم شیشته باشی فکر طرف من نباشه، تو مثلی فکر کن که در یمن هستی. بعضی کسا همه بسیار جای دور است، این از کجا زنگ میزنه، عزیزی که دوست میداشته باشه، همین دوستی مردم در تلفن هم معلوم میشه. این از جای دور زنگ میزنه، السلام علیکم استاد خوب است نه؟ یک دفعه ببینید همین تلفن گریه میگیریش، میفهمی که چه قمر دوست داره. یک کس دیگه رو ببینی که این از اونو استادگاه دیگه زنگ زدن، کی هستی؟ فلانی هستی؟ جور هستی؟ حالا آدم باره بگو خوب هستی؟ این ساعتان خوب است؟ تو سوال میکنی، تو در تلفن گپ میزنه، فقط بگه که فرعون است و من خدمتگار دربارش. حداقل گپ زدنم خب نمی تلفن هم یگانه که کجا هستی؟ کی هستی؟ فلانی هستی؟ آخر من میگم مثلا گلکی هستی، این موبایلش زنده گل میکنم، من 50 زنگ دیگه بزن، تو حداقل می ادب گپ بزن. یگان تا دیگه السلام علیکم از این گپ زدن اتراش. از این خاطر کسی که مؤمن است، غریب است، فقیر است، ولو که حج و عمره کرده نمیتونه، تو خوب دیندار هستی نه، در روز قربانی کردن نتونستی، چی در دلت میگردن؟ کی جواب از یاد داره؟ همین غریبایی که قربانی نمیکنه این چطور میشه؟ یک حدیث دیگه است، رسول الله صلی الله علیه و یک دونه گوسفند قربانی کرده، گفتی از ما و از کی؟ از امت. تو که نداری رسول در قربانی رسول الله صلی الله علیه و شریک شدی. بس تو که نداره که قربانی بکنه، کد کی شریک میشه؟ کد رسول الله صلی الله علیه و چقدر خوبه در روز قیامت بخیزی که دیگه قربانیش یکیش گوسفندش دم نداشته و دیگه سای بزش لنگ بوده و دیگه چی بوده؟ از تو قربانی تمام لوکس از کجا شد؟ تو قربانی تو در جدول تو که رسول الله هم قربانی از اون مقبول هم است، از تو قربانی لوکس تر است. از این خاطر الله متعال میگه فآتی، پس بتی ذل قربا بر اقاربت حقه، چیشه بتی برش؟ حقشه. والمسکین، سر مسکین هم بخیلی نکو، بتی حق مسکین هم، و ابن السبیل بر مسافر هم حقش بتی. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، میگه ای بسیار خوب است حق دادن مردمه، چی اقاربت هست، چی مسکینا هست، چی مسافرها هست که حقشان برشان بده، میگه بسیار بهتر است. برای کی؟ للذین یریدون وجه الله، کسانی که وجه الله را میخواین، رضایت الله را میخواین، مقصدشان الله هست پیش مراد. و اولئک هم المفلحون، اینی کامیاب هستند، اینی مردم ها کامیاب هستند که خودش دستشان تنگ است، لکن در وقت غریبی و فقیری و مسکینی الله از پیش امتحان میکنه، در این لحظه که پیسه نداری امتحانت میکنه، نه میگه حق مسکینه برای خودش برسان، این برای تو بسیار خیر و بسیار بهتر است. و اولئک همین مردم میگه مفلحون هستند. اما اگر شما باز سودخوری میکنید، یا قاربت میگه یک چند روپیه قرض بده، یک مسکین میگه که قرض بده، یک کس کمک داره، تو میگی من برات 1 لک میتم به شرطی که باز در ختمش 1,10,000 باز برای من بده. الله متعال میگه و ما آتیتم من ربا، آنچه که شما دادین از سود، لیربو فی اموال الناس، تا که شما زیادت کنین در مال مردم، از مال مردم بگیرین در جیب خود پرتین، فلا یربو عند الله، بازی زیاد نمیشه پیش الله، در مالتان باز
زیادت نیست، اون نقصان است. این 10,000 را که تو سود گرفتی، این 10,000 در روز آخرت روی تو بغل و پالود که تزود در میگیره. و ما آتیت من زکات، اما آنچه که شما دادین از زکات، حق الله را دادین، تريدون وجه الله که او هم ارادهتون رضایت الله هست، فاولئک، اینی مردم است که الله متعال میگه هم المضعفون، که اونا برشان چی داده میشه؟ دوچند میشه، در دنیا برکت، در آخرت سعادت. الله الذی خلقکم، الله ذات است که شما را خلق کرد، ثم رزقکم، سپس شما را رزق داد، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند، ثم یحییکم، باز شما را زنده میکنند. هل من شرکائکم من یفعل ذلک من شیء، آیا شریکایتان این کارا را کرده میتونه که شما را رزق بده، شما را بمیرانه، شما را زنده بکنه؟ این بت‌ها و این قبرهای را که شما عبادت میکنین، این کارا را یا کرده میتونه؟ سبحانه و تعالی، پاک است الله و بسیار عالی است مقامش. اما از آن چیزی که او را با الله اونا را شریک میسازند، در نظر مخلوق شریک میسازند، الله پاک است. در سجده مخلوق شریک میسازند، الله پاک است. در عبادت و رکوع مخلوق شریک میسازند، الله پاک است. ظهر الفساد فی البر والبحر، میگه چرا همین دنیا چرا فاسد شده میره؟ چرا بدبختی هست؟ چرا پاکی نیست؟ چرا این فسادها زیاد شده رفته است؟ الله متعال میگه ظهر الفساد، و در هر جای فساد زیاد شده، هم در بر فساد است و هم در بحر فساد است. چرا این روز به روز فساد زیاد شده میره؟ بما کسبت ایدی الناس، این به خاطر که خود مردم این را انجام دادن. لیذیقهم، این جزای بعد الذی عملوا، بعضی آنچه که خودشان انجام داده. خودتان بدبختی کردین، حق یتیم ندادین. یک جای ما رفتیم، یک کس را اختطاف کرده بودن، یک قدری زدن که دلش از زندگی سیاه کرده، چند لک دلارش هم گرفتن. گفتم اگه خفه نمیشین، آیات قرآن میگه که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا. الله جزا را بر شما میته به خاطر ازی که خودتان کارای کردین. در دیگه کشورهای اسلامی که است، مردمای مسلمان چی میکنن؟ تجار مسلمان مثلا 10 میلیون سرمایه داره، از این 10 میلیون 50,000 از زیر دارالایتام میته. دارالایتام جور میشه، مدرسه جور میشه، تفلکایی که در روی سرک هستن، اسپندی و یتیم و غریب و بیچاره و دستفروش، کلش میان در اینجا درس میخونن، برای فامیلشان یک مقدار پول کمک میشه. این طفلا وقتی که جوان میشن تا زمان لیسانس یاره رعایت میکنن، از همین 50,000 که همین پیسه دارا میتن. بنابراین این طفلا وقتی که لیسانس شد، خود به خود جوان که لیسانس اگر بر خود کار پیدا میکنه. در افغانستان چی میکنن؟ این تجار خیرات هم خودش پخته میکنه، میتبره تجار دیگه. اولادای از موترهای لکس میره، یتیمکای بیچاره و غریب و بیچاره و دستفروش و اسپندی در روی سرک است، او را که از موتر ملی بس هم نمیمانه، تیلش میکنه. این حالی طفل وقتی که در روی سرک کلان شد، عقده‌ای کلان میشه، بی تربیه، بی اخلاق، بی درس، بی تعلیم. وقتی کلان شد میره در مرکزهای تروریست، چیزمی اختطاف و ترور و مرکزهای که مثلا مخدرات است، بازریم تجار اختطاف میکنه، از زدن که دواندن زیادش میکنه، خوب میزنه، پیسهش هم میگیرید. پس اگر شما میخواین که امن در جامعه بیایه، حق مسکین، یتیم، فقیر، عاجز، ناتوان، مسکین بر چیز بتی؟ حقشه بتی. از این خاطر الله متعال میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این فسادی که در زمین و در بحر میبینی، این کلش به سبب چی هست؟ به سبب است که خود انسان ها کردن. لیذیقهم، تا که الله بچشانه یاره بعد الذی عملوا، بعضی جزایشه، کل جزایش هم نیست. لعلهم یرجعون، شاید که اینا امیاره ببینن پس رجوع بکنن به طرف دین الله. قل سیروا، بگو برشان برین فی الارض، در زمین، فانظروا، ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبل، ببینن که عاقبت کسانی که قبل از اینا بوده. کان اکثرهم مشرکین، اکثریت از اینا چی بودن؟ مشرک بودن. الله متعال باز میگه که نکنین جنایت و گناه و بدبختی، رجوع کنین به الله. فاقم وجهک، باز امر میکنه که پس درست بساز رویت، تمام اعضای بدنت، لدین، به طرف دین اسلام، او دینی که القیم، راست و استوار است.
من قبل از اینکه ایاتی بیا یوم اتر روزه که لا مرد له که بازگردانیدن پس بر نمیگردد من الله از جانب الله. باز اونجا پس گردش نیست که باز تو پس به دنیا می یوم اذن یصدعون. باز این روزی که کل از اینا چی می باشن؟ صداع میگیره ایشان، سرایشان درد می باشه و جدا میشن، جدا میشن. من کفر فعلیه کفر، کسی که کافر شد فعلیه بالای خودش از کفر و جزای کفرش، و من عمل صالحا و کسی که اعمال صالحه میکنه فلانفسهم بر نفسایشان یمهدون آمادگی میگیرن که به طرف جنت روانشان بکنه. لیجزی الذین تا که الله متعال پاداش بدهد الذین کسانی که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات اعمال صالحه کردن من فضله از فضل رحمت خود انه لا يحب الکافرین الله متعال کافران دوست ندارد. و من آیاته و همچنان الله متعال بعضی نعمتهای خود ذکر میکند. سعی کنین این نعمتهای الله را. و من آیاتی از دلایل قدرت الله ان یرسل الریاح که الله متعال این نعمت براتان بادها را روان میکنه. این بادها چی منفعت داره؟ مبشرات که بشارت میتن. برای چی؟ برای دوباره زنده شدن زمین. ولیذیقکم من رحمته تا که الله متعال بچشاند شما را از رحمتش. میوه بیایه درختها را چی میکنه؟ باردار میسازن. ولی خود ساینس میخوانین شما در زراعت که این شمال ها که هستن همین چیزای جنسی مذکر و مؤنث نباتات به هم انتقال میتن. اینه کلش به خاطر چی است که باز شما این درخت ها باردار شون، این میوه ها، این نباتات، کل از اینا چی شوه و شما باز از رحمت الله استفاده بکنین. ولی تجری الفلک. و دیگه منفعت باد چی است؟ دیگه منفعت چی است که توسط باد حتی کشتی ها به امر الله در حرکت میشوند. ولی تبتغوا من فضله تا که شما طلب بکنین از فضل الله ولعلکم تشکرون شاید که شما شکر بکنین. ولقد ارسلنا من قبل که رسلا الی قومه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از او هم ما پیغمبران را فرستادیم الی قومه به قومش فجاؤوهم باد آمدن پیش از اینا بالبینات باز آوردن بر از اینا چی را آوردن؟ دلایل روشن، معجزات، احکام، شریعت. فانتقمنا من الذين اجرموا. باز الله متعال میگه که ما از اونا هم انتقام گرفتیم از من الذين از کسانی که اجرموا جرم کردن، از مجرمین جرم کردن. و کان حقا علینا و میگه حق بود بالای ما نصر و نصرت کی؟ المؤمنین مؤمنان. الله الذي الله هست که نازل یرسل میفرستد الریاح این بادها را فتثیر سحابا. دیگه چی کمال داره ریاح؟ میگه که بر علاوه از این که در نباتات تاثیر داره، در کشتی ها، در بحر تاثیر داره، همچنان فتثیر سحابا باز اینا چی میکنن؟ در حرکت میآورن ابرها را فیبسطه فی السما باز او را پخش میکنن در آسمان در هر منطقه کیف یشاء هر قسمی که بخوان و یجعله کسفا باز این ابرها را پاره پاره میکنن. فتر الودق باز شما میبینین قطرات از باران و برف و ژاله را یخرج من خلاله که خارج میشه از میان از این ابرها. فاذا اصاب به من یشاء پس وقتی که برساند به هر کسی که الله بخواهد من عبادی از بنده هاش اذا هم یستبشرون باز اونا بسیار خوش میشن و بشارت از برشان ای باران. و ان کانوا من قبل ان ينزل علیهم اگر چی قبل از اینکه بالاشان نازل شوه من قبله لمبلسین ناامید بودن میفتن خوشسالی آمد سختی آمد لکن الله متعال رحمت خدا نازل میکنه. فانظر الی آثار رحمت الله پس نظر بکن با چشمت با دیدت با عمق تحقیق به آثار رحمت الله تحقیق بکن. کیف یحیی الله الارض بعد موته کیف یحیی الارض بعد موتها که الله چه قسم زنده میکنه زمین را بعد از مرگش. ان ذلک یقینا که الله متعال محیی الموتى زنده کننده مرده ها هست و هو علی کل شیء قدیر والله متعال بر هر چیز قدرتمند است. ولقد ارسلنا ریحا یقینا که ما فرستادیم بادها را فرعوه مصفرا شما میبینید این بادها را که زرد شده لا ظل من بعده یکفرون با وجود از اینکه بادها را میبینن که با رنگ های مختلف لکن بعد از این هم اینا لا ظل من بعده یکفرون باز بعد از این هم ظل یعنی بقیه ادام استمر هنوز هم استمراری به شکل چی میباشه بعد از این کافر میشده باشن. فانک ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو نمیتونی لا تسمع الموتى تو نمیتونی که این مردمایی که با وجود از اینکه زنده هستن کافر هستن مثل مرده ها هستن اینا را تو شنوانده نمیتونی. چرا؟ ولا تسمع الصم الدعاء و همچنین نمیتونی برای کسی که کر است کر نیست که گوش نداشته باشه کر است حقیقی که با وجود شنیدن حق نمیشنوه بر از اینا واسه شنیدن نمیتونی الدعاء
امی ندا و دعوت الهی را، اذن ولو مدبرین، باز در این صورت اینا چی میشن؟ پشت خدا دور میتن، رو میگردانن. و ما انت بهاد العمی، همچنان تو هدایت کردن نمیتونی کسی که کور نیست، چشم داره لکن قلبش کور است، ایره باز نمیتونی که هدایت بکنی عن دلالت از گمراهیشان. این تسمعو، تو شنوانده نمیتونی الا مگر کسی را، من کسی را که یؤمن بآیاتنا، اینا ایمان با آیات ما داشته باشن، فهم مسلمون، باز اینا مسلمان میشن و تسلیم میشن. الله متعال مراحل زندگی انسان بیان میکنه. الله الذی خلقکم، ای مردم الله شما را خلق کرد، من ضعف، از ضعیفی، شما بسیار ضعیف بودین، به شکل کروموزوم های جنسی بودین. ثم جعل من بعد ضعف قوه، بعد از اینکه شما ضعیف بودین با ضعف تولد شدین، در وقت طفولیتتان ضعیف بودین، باز الله متعال شما را قوت و طاقت داد، جوان ساخت، قوی ساخت. ثم جعل من بعد قوت، باز بعد از این قوتتان به این قوتتان مغرور نشین، ضعفا باز ضعیف میشین، و شیبتن و باز پیر میشین. عالم انسان که است، انسان آدم میگه، نمیگه آدم است. میگه چرا آدم است؟ میگه الف دال میم، همونطور است نیست. میگه اول الف وارد میباشی خوب همونطور راست، یک تمامت خوب مد وارد دیگه تو درازک، مد وارد دیگه تو چپ کاکلت است، نه باز دال وارد میشی این تو کپک 60 سالک شی باز میگم تو کپک می، باز چی میشی؟ باز میم دراز میت، باز میمیری. این سه مرحله زندگی انسان است. الله متعال این نمی قسم انسان خلق کرده، ضعیف می باشه باز قوی می باشه، باز پس ضعیف میشه و مفته شیبه پیر میشه. یخلق ما یشاء، این قدرت الله هست که خلق میکنه هر چی رو بخواه. و هو العلیم القدیر، الله بسیار بسیار با علم و بسیار با قدرت است. و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت شوه، اینجا سعی کنید ساعت است نه، و یوم تقوم الساعه، و روزی که امو قائم شود ساعت قیامت، شاید در یک جای شب باشه، شاید در یک جای روز باشه، اما لحظه قیامت وقتی که بیایه، یقسم المجرمون، باز قسم یاد میکنن مجرم ها، چی میگن؟ ما لبثوا غیر ساعتین، این زندگی دنیا یک ساعتک بود، یک ساعت ما زندگی کذالک کانوا یؤفکون. امی قسمی ها دروغ میگفتن، همین قسمی ها رویگردان بودن و دروغگوی بودن. و قال الذین اوتوا العلم، کسایی که برشان علم داده میشه و ایمان داده شدن، لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث. او مردم این نیم ساعت نیست، شما با اساس تقدیر الهی که در کتاب الله هست، شما تا روز قیامت شما اینجا باقی ماندین. این مجرم فکر میکنن که ما البته یک ساعت می قبر ماندیم یا در برزخ ماندیم. الله میگه نه، شما در این مردمایی که علم داره میگه نه، شما در برزخ این بسیار زیاد. بعضی کسا سمیل صحابه در عالم برزخ 14 قرن است که هستن، 14 قرن. فهذا یوم البعث، این روز دوباره زنده شدن است. این اهل علم میگن ولکنکم کنتم لا تعلمون، لکن شما این نمیفهمیدین. فیومئذ، پس روز قیامت، یوم لحظه که قیامت است، روزی که قیامت است، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، باز منفعت نمیکنه برای کسایی که ظلم کرده معذرت خواهیشان، که ما معذرت میخواهیم، اشتباه کردیم و غلط کردیم و توبه کردیم و مسلمان میشیم. ولا هم یستعتبون، و نه هم توبه از اینا قبول میشه. ولقد ضربنا، الله متعال میگه در نتیجه، الله متعال میگه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، میگه ما مثال بیان کردیم به این قرآن از هر مثال، از زمین، از آسمان، از سیارات، از کهکشان ها، از خلقت انسان، از خلقت حیوانات، از خلقت نباتات، از احکام و نعمت های مختلف. میگه کل مثال ها را الله متعال میگه ما بیان کردیم. ولئن جئتهم بآیت، و ای رسول الله صلی، اگر تو بر از اینا کدام معجزه هم بیاری، لا یقولن الذین کفروا، باز همی کسانی که کافر هستن همی گپشان است که این انتم الا مبتلون، که شما نیستین مگر باطلگو یا دروغگو. کذالک، الله متعال میگه این جزا هست بر انسانهای بی ایمان که وقتی اینا دلایل شنیدن، حق برشان رسید، قرآن و سنت رسید، قبول نکردن، باز الله متعال در جزایش یار چی جزا میته؟ اینمی قسم میگه یطبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، الله باز مهر میگذاره به قلبهای کسانی که
نمیفهمند و نمیخواهند که حق بفهمند. فاصبر ای مسلمان، ای دعوتگر اسلام، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، صبر بکن. ان وعد الله حق، یقینا که وعده الله حق است. ولا یستخفنک، و تو را بی صبر نسازه. الذین لا یوقنون، کسانی که به الله یقین ندارن، اینا تو را بی صبر نسازه. پس تو در صبرت ادامه بده. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.